به نام خدا، دکتر آقاپور هستم، فوق تخصص جراحی استخوان و مفاصل کودکان و نوجوانان. در این کلیپ میخوام خدمتتون عرض کنم هدف ما از ایجاد این کلینیک چی هست. هدف ما این هست که با استفاده از تکنیک و دانش روز بتونیم درمانهای غیر جراحی رو تا جایی که امکان داره برای انواع بیماری‌های اطفال و اختلالات ارتوپدی اونها استفاده بکنیم و کمتر کودک شما به جراحی نیاز پیدا بکنه. بنابراین سعی خواهیم کرد و هدفمون این خواهد بود تا به شما کمک بکنیم با استفاده از درمانهای غیر جراحی و توصیه‌های غیر جراحی و حرکات اصلاحی آموزش‌های لازم رو بدیم تا از اختلالات و انحرافات رشد پیشگیری بکنیم یا اگر انحرافی حادث شده اون رو به سیر طبیعی خودش برگردونیم. انواع بیماری اطفال که ما از نظر ارتوپدی در این کلینیک تحت درمان قرار میدیم شامل ناهنجاری‌های مختلف مادرزادی هست، مانند ناهنجاری‌های لگن، ستون فقرات، در رفتگی مادرزادی لگن، انحرافات رشد در ناحیه زانو هست مانند زانو زبدری، زانو پرانتزی، در رفتگی مادرزادی زانو هست، در رفتگی استخوان کشکک زانو هست و همچنین بیماری‌های و نارهنجاری‌هایی که در قسمت کف پا اتفاق میفته مانند پاچنبری، همون کلاب فوت که از بدو تولد نیاز به درمان داره و انواع مختلف آسیب‌های ورزشی که ممکنه برای بچه‌ها اتفاق بیفته، آسیب رباط‌های صلیبی، آسیب مینیسک و همچنین انواع مختلف شکستگی‌ها رو هم ما در این کلینیک تحت درمان قرار میدیم و همونجور که خدمتتون عرض کردم هدف ما و اولویت ما در این هست که حتی الامکان درمان‌های غیر جراحی رو برای شما بیشتر استفاده بکنیم، البته بر اساس تکنیک و دانش روز.